بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک در سن 44 سالگی بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شهر دوشنبه درگذشت. به گفته نزدیکان، بهرام غفوری هنگام حرکت در راه تقریبا ساعت 4 صبح 7 آگوست در روبروی دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به صدمه دچار شده جراحت وزنین برداشت و از دنیا درگذشت. آژانسی خبری آسیا پلوس نوشته است غفوری مسافری اتومبیل تویوتا لند کروزر بود که با ماشین کم‌از برمیخورد. گفته می شود آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا از دنیا گذشته است. بهرام غفوری در میان مردم با ترانه‌هایش میلاد آرزو، عاشق رویت و مهاجر بچه محبوبیت خاصی داشت. غفوری سال 1976 در دهه حضرت مولانای ناحیه رودکی تولد شده، ختم کرده فاکولته اقتصاد دانشگاه ملی تاجیکستان بود. از او 2 فرزند یتیم ماند. قرار است مراسم دفن بهرام غفوری در یکی از قبرستان‌های شهر دوشنبه امروز دایر شود. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش میکنند از این مراسم گزارش آماده کنند. حالا میخواهیم یک مصاحبه بهرام غفوری را پیشکش شما کنیم که سال 2015 از جانب همکارمان فرزان محمدی تهیه شده است. سلام بینندگان و شنوندگان عزیز. این لحظه در مهمانی ما قرار دارند خواننده سرودهای پاپ و سراننده معروف و شناخته بهرام غفوری. بهرام، شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. تشکر زیاد برای دعوتتان. من به همه بینندگان و شنوندگان سلام خود را میرسانم. بهرام، شما چند پیش در شهر مسکو فدراسیون روسیه همراه آوازخوان جوان تاجیک زلیخا محمدشاه یک برنامه هنری داشتید. میخواستم در مورد این سفرتان برای ما چند حرف میزدید. پیشنهادی کی بود و چگونه شما اونجا اینگونه یک برنامه مشترک را پیشنهاد کردید برای مهاجران تاجیک؟ تشکر زیاد. و من گفتنی اصلا روزی 22 مارت بود در شهر مسکو با دعوتی یعنی که پرودوسران در اونجا با اسم بهرام بود و یک نفر دیگر دختر با اسم مارینا که ما رو توسط فیسبوک ما رو ریکلام میکردن، برای اونجا دعوت کردن برای هم دیدار بینی و با هم یعنی که مردم تاجیک برای با مهاجران یک کنسرت خوبی آماده کرده بودیم و انشاءالله که همش خوب گذشت و روزی در کنسرت زن پیپل بانم در اونجا یعنی که مهمانی کردیم و بانشنه خوب بسیار خوب پذیرفتن. ما در اونجا سرودی مهاجر بچه را بسیار خوندیم و آنها میدونن که ما در وطن همیشه انتظارن و آنها میدونن که یعنی وطن همه ماست. ما در این به وطن یکانجا رفتن نمیتوانیم و همه خوب است در سر. بله، من نیز فکر میکنم شما را بیشتر با همین سرودی مهاجر بچه کلی مخلصانتان خوبتر میشناسند. و تولید این سرود چگونه بود؟ 5 سال پیش بود با استاد فراد میلاد همکاری کرده بودیم. این سرود رو استاد فراد میلاد و یعنی که ایجاد کردن و من تکلیف کردن که این رو مثال هدیه کردن که بخوانم نه برای مردم خواندیم. دیگه همه بچه های تاجیک یعنی که همه مهاجران این سرود رو دوست داشتن. میگن که ما وقتی این سرود رو گوش میکنیم گریه هم میکنیم. چشم برای چار شده مردی زرفشان، نام آوری خطلان، نام بری بدخشان. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست. طول 1 سال اینجانی بازخوانی کردن 2 سرود شما از جانب یک سراننده افغان با اسم ولی که اونجا حتی اسم شما را همچون مؤلف نام آورده است، در بین مخلصانتان بسیار سر و صدای بلند پیدا کرد و شما حتی به یک شرکتی که از حقوق مؤلف حمایت میکند شکایت برده بودید. چی شد بالاخره نتیجه آن؟ خیلی هیچ گپ نیست. من خوشحالم که سرودی من رو خوانده است. برای چه شما از رایتان گشتید که مثلا نخواستید که اونا مثلا شکایت برید؟ خیلی راستی گپ بگم مهم نیست شکایت بردن دیگر. برای من شخصی ایجادکار من گمان میکنم که با سرودهای من انشاءالله که ثبت میشد سرودهای نوی من انشاءالله که اوناش هم خوبن. من خرسندم میخوانم. من یکم شکایت ندارم.
مثلا در فیلم نقش آفرینی شما این ایده کی بود، پیشنهادی کی بود در و شما در همین چند فیلم نقش آفریدید؟ من یک فیلم نقش آفریدم، سکوت یک، سکوت دو. در اینجا فیلم سیراجدین غفوری بود. در اینجا اول مرا نقشی دادم، بعدا گفتن که در همین فیلم باید شما سرود خونید. بعد من سرود ایجاد کردم، سرود مادر. عمری تو آغوش غم شد اینجا ایجاد کردم و بعدا این فیلم آمد بیرون، بسیار با مردم پسند آمد. من خیلی خوشحالم که مردم این رو خوب قبول کردن. بسیار خوب. عمری تو آغوش غم شد، قلب من پر از علم شد. امروز پی کدام کار هستی؟ پی ما اکنون نرمان، دو پی ایجادی. چی سرود آمده؟ عروسی ها میریم، مثال این دارم بر مثال عروسی ها میریم باز. خیلی زندگی ما چون مثال کنسرت ها، عروسی ها هست. ما فقط در خدمت خلق هستیم. تشکر برای یک صحبت عالی و فکر می‌کنم برای مخلصان شما باز یک چیزی هست، یک مثلا ناگونی بود از عالمی هنر و ایجاد شما. تشکر زیاد برای دعوتتان، بسیار لطف کردین. ان شاءالله که ما خدمت شما در خدمت شما همیشه تیاریم و بینندگان عزیز بازم سلام گرمجوشانی خودم میرسونم. ما همیشه با شماییم. باشد که همین با یک زمزمه سرود شما این صحبت به انجام رسونیم. مرامت یک سرودی نو ایجاد کرده ایستادیم، این از روایت خاطی یعنی که خودمون است در کدام موضوع؟ در بوره غریبی. بازم کریم. نمازی شام غریبی رو به من کرد، دلم جولان زد و یادی وطن کرد. نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد. نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد. وطن ای وای وطن وای، وطن جانم وطن وای، وطن ای وای وطن وای، وطن جان است وطن وای. تشکر. زنده باشید. خوش آمدید. تشکر زیاد. استودیو رادیو آزادی برای مهمانی رادیو. زنده باشید.